مؤسسه دولتی مجله پیام صبح 30 سال میشود که فعالیت دارد. در مجله پیام صبح امروز شاعران، نویسندگان، ادیبان جوان کار و فعالیت دارند. پدیده نوی که دوم چند سال اخیر در مجله به چشم میرسد، این تشکیل مهمانسرا و دعوت مهمانان و صحبت و رستن با هیئت ایجادی می باشد. تا امروز شخصیت‌های ورزیده، نمایندگان کسب و کار گوناگون مهمان هیئت ایجادی مجله پیام صبح گردیدند. فشرده صحبتشان در مجله نشر و پیشنهاد هواداران گردانده شده است. مهمان نشست نوبتی مهمانسرا شاعر ادیبه حبیب بود. سالهای طولانی است که در اداره مجله پیام صبح مهمانسرا عمل میکند. ما در این مهمانسرای خود انسانهای موفق، انسانهای مشهور و انسانهایی که برای رشد و ترقیات وطن عزیز ما، کشور محبوب ما خدمت‌های شایسته تحسین به جای آوردند صحبت‌ها می‌گذرانیم و آنها را به خوانندگان عزیز مجله خودمان معرفی می‌نماییم. ضمن صحبت گفته شد که در زمان صبح استقلالی شاعران، نویسندگان اهل ضیا از توجه روزافزون حکومت مملکت برخوردار گردیدند. بر رشد ادبیات هرچی بیشتر طبع و نشر آثار ادیبان زمینه گذاشته شد. ادیبه حبیب همچون شاعری نوگو و نوجو با ایجادات خود در ضمیر خرد و بزرگ محبت به وطن، افتخار از استقلال دولتی و خودشناسی و خودآگاهی را دوچند نموده است. به نظر محققان زمان صبح استقلالی به زنان شرایط بیشتر فراهم آورد تا آنها در همه سمت و ساحه‌ها کار و فعالیت نمایند. نزدیک 35 سال استقلالیت با ما زنهای شاعر زیاد داد و باز هم خرسنده آورش آن است که در مضافات ها در شهر و نواحی ها چنین زنان هنرمند و چنین ایجادکارانی که به واسطه فعالیت میکنند در برابر ایجاد کردن به تربیت نسل جوان توجه میکنند زیاد شده ایستاده است و ادیبه خان هم از جمله همان شاعره هایی است که در برابر آنی که خودش به واسطه ایجاد میکند در تربیت نسل جوانی منطقه خودشان سهم ارزنده میگذارند. ماهنامه ادبی و علمی و عمومی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت مجله پیام سوخت در طول 30 سال فعالیت رسالت خود را اجرا نموده برای بلند برآوردن معنویات جامعه، تحکیم پایه‌های دولتداری، حفظ ارزش‌های ملی و ترغیب سیاست سازنده حکومت مملکت سهم می‌گذارد. این نکته را مهمانان محفل مهمانسرا همیشه تاکید می‌کنند. در این محفلی که برگزار گشت هم صحبت شدن با استاد اوزرخش که سرمحرری مجله پیام صبح هستند، با اهل ایجادی مجله، همچنین با خوری با دانشجویانی که در اینجا حضور داشتند و من خیلی روح الهامی تازه بخشید. قابل قید است که فشرده صحبت روزنامه‌نگاران هیئت ایجادی مجله پیام صبح با شاعر ادیبه حبیب در روزنامه‌ها و مجله پیام صبح به نشر رسیده پیشنهاد خوانندگان می‌گردد. هدف معرفی شخصیت‌های ورزیده، چهره‌های ادبیات، علم و صنعت و دیگر ساحه‌های مهم به اهل جامعه میباشد.